اینقدر سفره دلتونه برای هر کس و کسی. به خدا قسم برای هر کی درد و دل کردی دشمنت باشه و حسود باشه خوشحال میشه، رفیق جونجونین هم که باشه ناراحت میشه، اما کسی هزاری بهت نمید. بابا برو یه وضو بگیر، یه جا نماز جمع کن جلو خدا رو به قبله، به جایی که برای رفیقت و برای مردم برای همسایه و برای خویش و قوم درد و دل کنی، برو برای خدا بگو. او همه کار دست اوه. برگ از درخت بدون اذن خدا نمیاد. برای خدا بگو، برای مردم بعد چی میگی؟ مشت تو باز نکن، آبرو خودتو نبر، معدل تو پایین نیار. ببین خدا یه تیپی به شما داده، جدی میگم، که هر کی نگاهتون میکنه بیش از دارایی که دارید روتون حساب میکنه. خب بذار همینطور رو حساب کنه، چرا خودتو به گدایی میندازی؟ بگن داره، بعضی اینه که بگن به نون شب محتاجه. خوشت میاد مردم دلشون برای تو بسوزه، فقط کیف میکنی، ترحم بهتون بکنن. چی حرف رو میزنی؟ چه فایده ای؟